سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به Speak Today 365. در این درس جمله هایی را یاد می گیریم که برای صحبت درباره شاگردان استفاده می شوند. I am a student. من یک شاگرد هستم. We are students. ما شاگرد هستیم. My friend is in my class. دوست من در صنف من است. We study English. ما انگلیسی می‌خوانیم. We love our class. ما صنف خود را دوست داریم. خیلی عالی. حالا شما می توانید درباره صنف و شاگردان به انگلیسی صحبت کنید. با Speak Today 365 هر روز زبان انگلیسی را یک قدم جلوتر یاد بگیرید. تا ویدیوی بعدی. Goodbye.